که سعدی بزرگوار میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری به غفلت نخوری. اما از بحری تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. کل فلک و کائنات و زمین و آفتاب و برف و باران کلش منظم کار میکنه که اون نان خشک برای تو آماده میشه. به جای از اینکه بگی من این نان خوردم چی مسئولیت ها متوجهم است، من چی فعالیت ها انجام بدم، غفلت های خود چطور دور کنم، هنوز ناز کنیم و بگیم که یک لقمه نان خشک، من کت نان خشک درس بخونم. بله کت نان خشک درس بخونم. قهرمانی همیست. کت نان پلور کس کار کرده میتونه. قهرمان او است که در نان خشک بتونه بسازد. در جاده هموار دویدن هنرش چیست؟ مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. ای که بچین فضا فراهم باشه، نان باشه، او باشه، کلی چیز گرچه تو خود گشنام نموندی ولی یک کل از این باشه خو هر کس قهرمان میشه. قهرمان واقعی است که در سخت‌ترین شرایط خود میکشه. بناهن از امروز بیاین آگاهانه زندگی کنیم. اول از اخلاق خودکار کنیم. امروز که خانه رفتیم در واقع خود فکر کنیم چند جای پدر مادرم خفه ساختم. اولین کار وظیفه ما تو همین که دیگه پدر مادر از پیش ما آزرده نشه. ما خودم پدر شدیم، هنوز اگه پدرم سرم بالمقال میکنه بالا سعی نمیکنه که پدر تو چی میگی چی کردیم، فقط ما معاینه خانه ناوقت میشه مرا گفته وقت در خانه بیا. تو زبانت گنگه نمیشه که تو در مقابل پدر مادر بالمقال میکنی. از امروز که رفتی بچیم دست پدر مادر ببوس، اگر زنده هستن ببوس خدا عمرشان بده، اگر رفتن بهشت بر این نصیبشان، دستش ببوس در چشمای بمال بگو پدر مادر مرا ببخش تا بالی فکرم نبود. از امروز بچین متوجه باش. یعنی تو شاید فرموله انتگرال کل بلد باشی ولی اگه احترام پدر مادر نمیکنی به درد نمیخوره. ما اول باید انسان خوب باشیم.